کلیشی ببرم مثلا کرمان مثلا ایشون لکه ملای استان همدان بوده و اون تجربه سیاسی هم داره. ابتدا لشکرکشی میکنه به سمت شمال داری کندره استراتژیکی بسیار مهمی هست نزدیک به شاهخان فارس شاهخان خلیجه و در به سمت غرب نزدیک به مناطق گفتیم خدمتتون که میگن اینا امضا یه سنتماشویی هستن که در این مجموعه کار میکردن و اینا واقعا دست در پایان کار میتونن که مورشون نیاد اگر سنگ به طور آسیب شد دوباره هم بودن سنگ‌ها که صداش میزنن موتور توشون بیاد و سنگ‌ها درست میکنن اما اگه دقت بکنید به قسم مسائلی که اصل زمان زرمانی هست این سنگی که به این تجربه سرب کوهی هست. سرب کوهی هست و این چون به خاطر اینکه این جنسش توش این ماده هست ازیتامین این باعث شده که ضد رطوبت بشه و ضد نوریانی و همچنین حشرات ساخته. پنجره‌ها کیشویی هستن. گره چینی که منظور از چینی کشور چین نیست، چیدمان این چوب ها اینقدر دقیق برش خورده که بدون استفاده از چسب ریخت توی همدیگه چفت شدن و المانی هم که ساخته المان در حقیقت شمس هست. شمسی کلمه عربی معادل فارسی خورشید یا همون خورشید هست. المان های استفاده شده در این بنا که با چی میگه از زمانهای پیش از اسلام اینها میشه چون کلمه فارسی علاقه داره که بنیاد کنه خودش رو پیوند بده. مثل این کلیپا هست نماد 4 عنصر مقدس آب، باد، خاک و آتش. در مقابل هر ایمانی باعث ایمانهای ماه ایرانی قابل از شیراز میره بیرون که شورش‌ها رو سرکوب کنه نهایتاً پای موفق میشه و چوها موتور اگه برای منتظر میشه این چوها بازم بازم بوی خیانت حاکم که حال باشه بهش میرسه مجبور میشه در باز کنه سوار بر اسب بتونه نقل سپاه فقط این رد از خون بجا بشه چون که بشه فقط گیرش میکنه و بعد که روایت هست که حتی تا آخرین لحظه تاریخ منزل با زبان ادبیات پارسی از خود زبان شعر این چقدر شعر واقعی هست که هم میتونه عاشقانه باشه که میگه دست نمیده سراغ ایوان غربی. ایوان غربی براش اهمیت داره چون ایوان بهانه هست و میخواد به صورت نمادین حکومت زندیان رو تحقیرشون کنه و بهارشون رو خزان کنه. اون دو تا ستون سنگی رو میکنه و میبره توی کاخ گلستان در ایوان تخت مهرمن نصبش میکنه. سقف پایین میریزه خراب میشه که بعدش هم یه مدت متروک باقی میمونه تا زمانی که حاکم فارس میشه.
میداد.